خدا رو شکر من سلامتیم خوب است. پیوسته من با خودم یک دیده‌ای از پای خودم شده ایستادم و البته ایجادم کرده ایستادم. خدا رو شکر اجازت شد. اما علاقه کنسرت هم دادم. دمیربک هم یکی از شاگردای جوان من است. پدرش با توربک همراه من خواندگی بود. از من یک کورس بعد بودم. بسیار بچه خوب و از همین من الهام گرفته همین شاگرد و صحنه‌ها راه یافته حافظ شدن. حافظی بسیار امروز شناخته شدن و یک مواصلات کردیم. البته بیاد یک کنسرت کنیم همراه مردم یک پیش از سال خرسند شوند. یک سرودی استاد نقیب خان تورلی احراریه نیامدی آهنگ من همین به فکرم با دمیربک همراه می‌سازیم در این کنسرت. این کنسرت و راستی گپ چیزهای بسیار دردناک، سرودهای بسیار دردنامه های افضل شد اینجا. یعنی بسیار خیلی مردم با یک فکر و اندیشه به زندگی، بعد دوست داشتن فرهنگ و ملت خود، پدر و مادر احترام کردن، قدر شناسی تاجیکستان در این کنسرت ما دیده میشه. دردهای عشق است. یعنی جوانایی که امروز در تاجیکستان ما خانه‌دار میشن جدا میشن، خانه‌دار میشن جدا میشن. جوانا گویا زندگی یک بازیچه میفهمن. من میخوام که اگر یک کس دخترش خوشرو برآورده و یک کس دیگر داد و رفت به خانه یک کس دیگر و خانه به احترام یابد، یک زندگی نظم باشد. و دخترای هم بسیار همین اینترنت و من همین چیزا به داده شدن و بچهای جوانم یک زندگی های سخته تیز که عائله دار میشن، تیز دیگر میشناسن، تیز جدا میشن. همین چیزا بسیار در زندگی آموختم دیدم و میخوام که اکنون کم نصیحتم کنیم جوانایی که اینا هم زندگی دوست دارن، هم قدر مادر و پدر دارن و هم حیاتی که سر میکنن همون حیات تا 30-40-50 ساله ادامه تیه. بگذار مردم برای آبادی، برای پیشروی فرهنگ، برای آداب فرزندا، برای آداب دینی داشتنشون، یعنی که در دین هم نمازشون را خوانند، حق دولت، حق وطن، حق فرزندا دعا کنند مسافدا. و مردمی که امروز کم از همین گروه های بسیار بدی که در دولت های دیگر هستن و مردم سرش گران کرده و به گپ انداخته گرفته بردن، گروه های من داعش، گروه های تروریستی، همین چیزا. من از این چیزا هم در برنامه جا داده هستم. یکی داعش، یکی جنبش، یکی احرار یا اسرار. هر جا پرچمی سبز از پرافشان خدا باقی است. مادر عزیز من 80 ساله هستن. من دیروز از هندوستان آمدم. مادرم هم دیروز از پنجکن رسید آمدن و بسیار مادرم اهل علم و فرهنگ هستن. خدا رو شکر. مادرم بسیار وطن دوست هستن. مادرم سالهای دراز مربی بودن، معلمه بودن و امروز در نفقه هستن و باز فرزندای خودم و نبیرای خودم هم که سازی تربیت کرده شدن. و البته مادر یگانه غمخواره که برای فرزندها جان میکنن، کوشش میکنن، زحمت میکشن. من در هندوستان یک مصرع گفتم و میخوام همین مصرع به شما گویم. ممکن من که شاعری دعوای شاعری ندارم، لیکن همین یکی الهامم میبود و یک چکی میگویم و من گفتم که هند محرم رازم شود، هند محرم رازم شود، آوازم و سازم شود، گر یاری تنازم شود، با تاجیکستان زنده ام. من با جوانا همیشه همدل هستم و من درد اونها میفهمم و کوشش میکنم که چیزای خونم، که سرودای خونم که همین روز به درد اونا خورد و اونا از همین چیز زندگیشون رو تغییر کنند، یعنی آباد شوند، زندگیشون نقص شود. و این کوششای من همش همین است و خودم هم میخوام که همیشه جوان باشم. پیری و گپی نیست.
راستی گپ همین جوانی چیز خوب و من جوانی نمیرود گفته یک شعر بعد جوانی رفت جوانی نمیرود خوندم و با استاد آذرخش هر دو صحبت کردیم من گفتم جوره همین جوانی رفت مردم اخلاص میگفت که یک افضل شو جوانی رفت بخونید ما دیلمو تگ میغلطه داخل بعد من گفتم یک جوانی نمیرود سازیم و بسیار یک شعر خوبم که ساختم من آهنگ خوب ساختم امروز مردم وایم بالا که احترام و ایشون صمیمیتشون بلند شد استاد دارید میگن که خزانریز و خزانریز و خزانریز چرا عمر جوانی بگذرد تیز چرا آدم نداند قیمت عمر چرا ناچیز گردد از پی چیز و همین چیز من در پیش خودم یک چی میگن یک زندگی خودم به همین بیت‌های پیشه کردم که همیشه همین در یادم بیارم یعنی من از پی چیز دویدن از پی مال دویدن از پی فرهنگ دویدن در کار از پی علم دویدن در کار از پی زباندانی با تقریر دولت هندوستان حکومت هندوستان و ششمین فستیوال فولکلوری آسیا دعوت شدیم برابری بنده ما از اینجا از تاجیکستان گروه های رقصی و نوازنده ها که رفتیم و در شهر دهلی روزی 3 دکبر برنامه داشتیم من هم سرودهای فولکلوری تاجیکستان خوندم هم سرودهای هندی خوندم که تالار بسیار به وجد آمد لذت بردن مردم و بعد به همه سفارتخانه‌ای که سفیراشون نشسته بودن آدماشون بودن به زبان آذری به زبان قرقیزی قزاقی روسی ترکمنی همه زبان ها کردیم من برای اونا مخصوص خواندم برای هر کدامشون یک مصرعی از زبان های همون دولت ها و همین به همون راهبر انجمن فستیوال بسیار خوش آمد و به ما یعنی که جای اول دادن من از این رفتیم در زبان قزاقی خواندیم زبان قرقیزی خواندیم روسی خواندیم ترکمنی خواندیم هندی خواندیم هندوستان برابری من سرود خواند مردم خسته حتی وزیر فرهنگ شهر بوپال گفت که شما هندوگی هم خیلی میخونید که گمان میکنن که شما هندو باشید شما تاجیک نباشید شما چقدر تازه میخونید الان برای من افتخار است